نهنئ صاحب العصر والزمان والمراجع العظام بذكرى عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. عید غدیر خم نزدیک است و عراقی‌ها این روزها خودشان را برای احیای این روز بزرگ آماده کردند. چاپ بنرهای غدیر تکمیل و خیلی از خیابان‌های بغداد به تصاویر زیبای این مناسبت مزین شده است. انشاءالله این عید بزرگ همیشه عامل وحدت شیعیان و اهل سنت در عراق و دیگر کشورهای مسلمان باشد. ما برای تحقق این هدف اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. عید غدیر خم را میتوان نماد وحدت با شکوه شیعه و سنی دانست. سلام علیکم. سلام علیکم. به یکی از مناطق سنی نشین استان بابل عراق رفتیم تا نشستی ویژه برای نشان دادن یک پارچگی میان قبایل شیعه و سنی و حل اختلاف آنها را به تصویر بکشیم. سنی و هذا شیعی و هذا کذبی و هذا کذا، هذا موضوع مرفوع. این که بگوییم این از اهل سنت است و او شیعه است و دیگری کرد اشتباه است. ما همه برادریم و باید با اتحادمان توطئه دشمنان را ناکام کنیم. امروز آمدیم تا به رسم دوستی روح برادری را در میان همه زنده کنیم. یک پارچگی ما مسلمانان به حق خاری در چشم بدخواهان خواهد بود. این قبایل در چند سال گذشته دوشادوش هم علیه داعش مورد حمایت آمریکا جنگیدند و با وحدت خود این گروه تروریستی را شکست دادند. و امروز نیز مردم عراق با سرمشق از اتحاد ملی عید بزرگ غدیر خم را نماد وحدت امت اسلامی می‌دانند. این عید بزرگ پیشاپیش بر همه مسلمانان جهان مبارک باد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.